سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزای خیرتان و ایاکم خراب فرمایید. استاد جان سوال داشتم. وقتی که آدم بندگی کند همون اهلی اویلش مقصد خیش تبارش لباساشون میبرورن میشوین همین رواست که یا اینکه اگر انا یگون چیزش ماند این باید همون در یگون لبش آب زده گیریم که این مرده مقصد در چی قبر خواهرم درباره لباس مرده را شستن و با آب زدن یگان دلیل وجود ندارد مگر اینکه مرده بیمار باشد که مثلا شاید یگان نجاست چیزی بود گویان از روی تازگی این را شویند، اما از روی شریعت که پیامبر لباس مرده رو بشوید گفته باشند یگان دلیل وجود ندارد. یک عرف و عادت ما هست که عرف عموما خلاف شریعت است که حتما لباسهایش را میشویند یا که حتی نو باشد هم بعضی هم میشویند که به شریعت یگان رابطه ندارد، بافته های مردم است. و برای مرده پس از مرگش حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی شما میمیرید شما را یگانه یا عملهای صالحتان یا دعاهای فرزندانتان یا اینکه از آن صدقه های جاریه که مانند علم پهن کردن یا درخت شنانیدن یا راه ساختن که یعنی مردم از آن استفاده میبرد اینها همراهیتان میکند و گناه ها هست که اذیتتان میکند در قبر و به لباس شما، به خانه شما، به چیز چار شما دیگر صاحب میراثگران شما میشوند. یعنی فرزندان شما، همسر شما با هم از روی شریعت تقسیم می شود و اینکه لباسش را بشویید به آب زنید به مرده خلل دارد گپ‌های بافته تماما خرافاتی است.